السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، یک سوال داشتم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. استاد عزیز، فقط یعنی سوال خیلی ساده، یعنی کوتاه. آیا حکم به غیر ما انزل الله، حاکمی که حکم به غیر ما انزل الله انجام بده، کافر میشه یا نه؟ یعنی خیلی خلاصه همینا بیان کنید، کافر میشه یا نه؟ خب این سوال تفصیل کار داره برادر محترم. ببینید دوستان، یک تعداد میگن که این کفر اکبر هست و یک تعداد میگن این کافر نمیشه. یعنی حالا شما چی میگید؟ فقط خلاصه بگید که آیا کافر میشه یا نه؟ خب من براتون گفتم برادر محترم که بعضی سوالا هست، اگر اجازه شما باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. جزاک الله خیرا برادر محترم از سوالتان. فقط بعضی سوالا هست در اسلام که ما مطلقاً درباره از او حکم کردن نمیتونیم. اینال اگر کسی میگه حکم کردن، اگر یک حاکم به غیر ما انزل الله حکم میکنه و ای کافر میشه، این گپ هم کسی که مطلقاً میگه غلط است. و اگر کسی میگه که اگر کسی حکم به غیر ما انزل الله میکنه و ای کافر نمیشه، مطلقاً این هم غلط است. یعنی مطلقاً جواب گفتن که کافر میشه یا کافر نمیشه، اینمی جواب غلط است. شما میخواین جواب درستش پیدا بکنیم؟ استاد خلاصه فقط برای ما بگید که مثلا حکم به غیر ما انزل الله، کسی که حاکم باشه کافر میشه نه؟ پس اگر کافر نمیشه و از این دوتا باید یک کدامش باشه دیگه استاد. نه خیر، همین قسم نیست. یعنی شما وقتی که تو فکر میکنین که دو رنگ است، یکی سیاه است یکی سفید است، این قسمی نیست برادر عزیز. شما باید خب یک تعداد میگن که استاد، یک تعداد میگن که این شخص مثلا حکم به غیر ما انزل الله کفر اکبر است. واضح یک بعضی اشخاص میگن این کفر اکبر نیست بلکه کفر اصغر است. خب اینمی مطلقاً امی را گفتن درست نیست. اینمی جواب غلط است برادر عزیز. شما جواب درست اگر میخواین باید تفصیل زیر حوصله داشته باشین، ما براتون تفصیلش بگویم. این از خود برادر عزیز حالات داره و هر حالت حکم خاص خود داره. در بعضی حالات کافر میشه، در بعضی حالات کافر نمیشه. اینا شما باید اگر وقت سوال میکنین تو نیست که مثلا مثل انگلیسی واره yes no question باشه که یا جوابش به yes بیتی یا به no بیتی. این مسئله شرعی هست. در این مسئله شرعی علما تفصیل دادن. ما و شما باید حوصله داشته باشیم. اگر یه حوصله را دارین که امی تفصیلش ما خدمتتان عرض بکنم. اجازه میدین؟ استاد بله مشکل نیست استاد، مقصد ولی بگی که آیا شخص کافر میشه یا ما میشه. خب صحیح است. من امیر براتون میگم، منتها حالاتش براتون میگم. برادر محترم و دوستای عزیزی که برنامه ما را تعقیب میکنن، مسئله حکم به غیر ما انزل الله، آیا حاکمی که ادعای اسلام میکنه، ما با حاکم یعنی کسی که کافر است او را علیحده میگذاریم، حاکمی که حکومت میکنه ادعای اسلام میکنه و میگه من مسلمان هستم، کلمه میخوانه، روزه میگیره، یا مثلا میگه روزه میگیریم یا حج میره، زکات میده و عمره میکنه، اینمی حاکم حکم به غیر ما انزل الله میکنه. این چهار حالت داره. حالت این هر حالت ازی حکم خاص خدا داره. برادر محترم، مثلا شما فکر کنین که در یک محکمه هستید. میشنوین گپ مرا؟ فکر کنین شما در یک محکمه هستین، ما و شما در یک محکمه شیشتیم و در اینجا 4 حاکم پیش ما و شما میره. 4 حاکم 4 حالت داره، هر کدامش حکم خاص خود داره. مثلا حالت اول، یک کسی حاکم است، 4 حالت داره. حالت اولش چی هسته؟ این حکم به غیر ما انزل الله کرده، لکن این شخص چه قسم حکم به غیر ما انزل الله کرده؟ مثلا فکر بکنین هارون رشید است، فکر بکنین از خلفای بنی امیه هست، از خلفای عباسی هست، از خلفای راشدین است. سقف اسلام که است، مثلا اصل قانون مملکت شریعت الهی هست، اصل قانون نظام ازی که هست شریعت الله هست. لکن خود ازی در بعضی از حالات
یعنی در محکمه شریعت الهی تطبیق میشه. هارون رشید است، مامون رشید است، مثلا از خلفای اموی هست، عمر ابن عبدالعزیز است یا دیگر از خلفای اسلام است. اینی شخص حکم نظامش نظام شریعت الهی هست، ولی امی شخص چی میکنه؟ در یکی از قضایا اجتهاد میکنه و در اینجا در اجتهاد خود حکم میکنه، مطابق اجتهاد خود خطا میکنه و حکمش به غیر ما انزل الله میشه. یعنی حکمی که صادر کرده هست مطابق قرآن و سنت نیست، برعکس از او هست. اینی شخص حکمش چی است؟ ببینید، اینی شخص چون نظام تغییر نداده، شریعت الهی قوای مقرنش از قرآن و سنت است، قوای اجرایش کلشان مطابق قرآن و سنت عمل میکنن، قوای قضاییش قاضیایش مطابق قرآن و سنت فیصله میکنن، لکن امی حاکم یا امی قاضی یا امی خلیفه یا امی امیرالمؤمنین یا امی امیر مسلمان ها در یک قضیه اشتباه کرد و حکم کرد به غیر ما انزل الله. حالا حکم از این چی است؟ حکم از این است که اینمی شخص در حدیث شریف میگه که چون اجتهاد کرده خطای از این بخشیده میشه، نه تنها کافر نمیشه بلکه خطایش بخشیده میشه و در مقابل اجتهادش اجر میگیره. کافر نشد، خطایش بخشیده شد و در مقابل اجتهاد خود اجر گرفت. اگر باز شما خواستین من باز دلایلش براتون پیش میکنم و باز میشه شما تفصیلی اگر خواستین براتون تفصیلی جواب میدم. حالت دومی است که مثلا حاکم هست، این هم نظام و شریعت تغییر نداده، در نظامش در حکومتش مطابق شریعت الله حکم میشه. قوای اجرایه، قوای مقرنه، قوای قضایش کلش مطابق شریعت الله هست. اساس نظام شریعت الهی است، قرآن و سنت است. لکن امی حاکم چی کرده؟ در مسئله از مسائل چی شده؟ از پیشش نفسش غلبه کرده، به خاطر هر چیزی که بوده، یا به خاطر خواهشات نفسانی، یا رشوت گرفته، یا روابط خویشاوندی را مراعات کرده، فیصله کرده لکن مطابق شریعت الله فیصله نکرده. اینی شخص گناهش گناه کبیره هست. اگر برش کفر هم گفته شود، بر از اینی شخص کفر دون کفر گفته میشه، یعنی که ایره از دایره اسلام نمیکشه، این مسلمان است. مثل که یک گناه کبیره دیگه کرده باشه، مثل که زنا کرده باشه، مثل که شراب خورده باشه. عقیده اهل سنت و الجماعتی است که با گناه کبیره این کافر نمیشه. این شریعت تغییر نداده، قانون تغییر نداده، بلکه شریعت حاکم است. در کل مسائل شریعت تطبیق میشه، لکن در یکی از قضایا ایچی کرد؟ نفسش سرش غلبه کرد، مخالف ما انزل الله حکم کرد. این کافر نمیشه، این مسلمان هست، لکن گناهش بسیار بزرگ و خطرناک است که حتی برش کلمه کفر استعمال شدن. لکن علما میگن که این کفر ازی کفر دون کفر است، یعنی گناه کبیره هست، کفر اصغر است و این از دایره ایمان خارج نمیشه. ببین حالت اولی با حالت دوم چقدر تفاوت کرد. اینجا بلی و نخیر نیست. در حالت اول گناهگارم نشد، خطاش بخشیده شد، مرتکب گناه هم نشد، خطاش بخشیده شد به خاطر که اجتهاد کرده بود. و باز بر اجتهاد هم اونجا باز در تفصیلاتش باز شرایط است که اگر شما خواستین براتون تشریح بکنم. اینال او حتی در مقابل اجتهاد اجر گرفت در حالت اول. در حالت دوم گناهگار شد، گناهش گناه کبیره که از کبیره کدام بزرگتر است. حالت سومی خوب متوجه باشین، حال نفر سومی میه، این هم حکم کرده مخالف ما انزل الله، لکن این چی قسم حکم کرده؟ این شریعت از مملکت خود دور کرده، عوض شریعت قانون اساسی جور کرده. در این قانون اساسی خود نظام دیگه، مثلا در قانون اساسی خود قانون اساسی را به اساس عقیده سیکولر جور کرده.
یا بر اساس عقیده لیبرال دموکرات جور کرده، یا بر اساس عقیده سوسیال دموکرات جور کردن، یا قوانین ملی و وطن پرستی و ایگپا را جور کردن، یا قانون چنگیزخان و اینیا را جور کرده آورده است. این حال اینی شخص چند حالت داره. یک اینی شخص که است اگر ای به حساب امی کار به حساب عقیده کرده باشه، به حساب عقیده کرده باشه، اینی شخص در مقابل عقیده کفری خود که وقت از پیشش پرسان شود که شما چرا این حکم کردین، یا میگه که مثلا امی حکم انکار میکنه. با ما هستین انشاءالله شما؟ بله استاد میشنم. خاموش بودین، ما گفتم به این خاطر نرفته باشین. پس این حالا که عقیدتاً وقتی که از پیشش پرسان میشه که تو چرا شریعت تغییر دادی، عوضش قانون نو آوردی، این چند حالت داره. تو کلش دلالت به کفر اعتقادی ازی میکنه. مثلا میگه که این قانون که است شریعت کار نداره، مثل که کمونیستا در افغانستان میگفتن که شریعت ما کار ندارم و از این کار میکنه و میگه که به درد نمیخوره و میگه که هیچ اصلا شریعت حق نیست و درست نیست و ما این قبول ندارم. از این خاطر در این قسمت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه و ابن جریر طبری این اختیار کرده که اینی جحود ما انزل الله هست و در اینجا این علما میگن که با اصول متقرره که هست این کافر گفته میشن. کافر چه قسم کافر گفته میشه؟ فانه کافر الکفر الناقل عن المله. اگر باز خواستین ما براتون تشریحات شم. این مثلا کفرش به حساب اعتقادی هست، یا شریعت کاملا رد میکنه، یا میگن که از شریعت الله کرده این قانون انسانی بهتر است، دموکراسی بهتر است، جمهوریت بهتر است، قانون امریکا بهتر است، این کفر اکبر است. یا میگه که نه از این بهتر نیست بلکه میگه مساوی هست، این هم کافر میشه. یا میگه بهتر است، یا بیخی اسلام رد میکنه عقیدتاً، یا میگه از اسلام که این قانون بهتر است، قانون اسلام کنه شده، یا میگه نه مساوی هست، یا میگه جایز است که همراه اسلام تو مثلا به این قانون هم حکم بکنی. در تمام این حالات انسان کافر میشه، چون این کافر است، کفرش اعتقادی است. این حالت سومی هست. حالت چهارمی هست که یک نفر کفر به قانون وسو کرده، نمیگه که من کافر هستم به زبان، رد نمیکنه به زبان، میگه نه من مسلمان هستم، من عقیده دارم، من دیندار هستم، لکن این شخص قانون سیکولر، قانون لیبرال دموکرات یا قانون سوسیال دموکرات یا قانون ملیگرایی را یا قانون یهود و نصارا را یا قانون امریکا و قانون غرب و روس آورده در مملکت اسلامی در اینجا تطبیق میکنه و خودش میگه من مسلمان هستم، من نماز میخوانم. حالت ازی چطور است؟ این حال اینجا علما میگن که کفر هم کفر قولی هست و هم کفر عملی هست. بعضی کسایی اینو نمیگن، اینو پت میکنن. کفر تنها اعتقادی نیست. این حالی مثلا میگه من عقیده کفری ندارم لکن عمل کفری میکنه، قول کفری میکنه. پس این حال بعضی کسای آیا یک شخص با قول و عمل که عقیدتا نگوید، خودش نگوید که من عقیده می است، بلکه بگوید که نه من عقیده من اسلام است. مثل که مثلا یک شخصی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در زبان خود میگفت که من مسلمان هستم، کلمه میخوانم، لکن سر رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابهش خند زد. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت که قد کفرتم بعد ایمانکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم اینمی شخصی که منافق بود ادعای ایمان میکرد برش گفت که لا تعتذروا، عذر نخواهین. این میگفت که من مسلمان هستم، من کلمه میخوانم، من کت مسلمان ها هستم، لکن چی کرده بود؟ سر مسلمان ها رشخند زده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم این تکفیر کرد، گفت که قد کفرتم بعد ایمانکم. بناهن با زبان هم یک نفر کافر میشه. با چی؟ مثلا با زبان یا مثلا با عمل کافر میشن. در حدیث شریف است رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که یک کسی با یک زن ازدواج کرده بود، با زنی که او اصلا خانم پدرش بود، با مادر اندر خود نکاح کرده بود.
این صحابی میگه که بعثنی رسول الله صلی الله علیه و سلم الی رجل تزوج امرأة ابیه من بعده فامر ان اضرب عنقه. میگه بر من امر کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم که برو گردن از این بزن، این حرام حلال ساخته. چه قسم؟ به زبان خود نگفته، به زبان کلمه میخوان، لکن اینجا این خیسته عملا این کفر کرده. بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که برین گردن از این بزنین. متوجه هستین؟ اینال این حدیث صحیح هست، در سنن ابن ماجه روایت شده. از این خاطر علما کتاب‌های نوشته کردن که با قول با عمل انسان کافر میشه، انسان با قول کافر میشه. ببینین مثلا یک عالم نشان میکنه، میگه مثلا مرتد میگه تعریفش چه قسم میکنه؟ میگه یک کسی مرتد میشه از اسلام، الراجع عن دین الاسلام الى الكفر اما نطقا او اعتقادا او شکا و قد یحصل بالفعل. میگه کفر مرتد به 4 حالت میشه. یا ای که مثلا نطق میکنه کلمه کفری را میگه، دشنام میته الله را، دشنام میته پیغمبر را، یا تمسخر میکنه به دین به زبان، یا اعتقادا این 2 حالتش کافر میشه. سوم در اسلام در مسائل ایمانی شک میکنه، در وجود الله، در رسالت پیغمبر، در قرآن شک میکنه. 4م گفته و قد یحصل بالفعل، یک نفر یک فعل کفری را میکنه. متوجه هستین؟ اینی حالتهایی است که علما ذکر کردن که اینی شخص کافر میشه. بناهن حاکمی که به غیر ما انزل الله حکم میکنه، این عملا مثلا قانون شریعت الله را دور کرده، شریعت الله را عملا دور کرده. و وقتی که شریعت الله را عملا دور کرده و عوض شریعت الله قانون دیگه را آورده، این به معنای چی هست؟ تبدیل کرده، قانون اسلام اوسو کرده، عوضش قانون انسانی را آورده، قانون سکولر آورده، قانون روس آورده، کمونیسم آورده، قانون کمونیستی را آورده، قانون سوسیالیستی را آورده، جمهوریت آورده، دموکراسی را آورده. جای به جای چی کرده؟ جای به جای شریعت الله کرده. اینالی عملا این کفر کرده. این کفر از این کفر اکبر است. اینالی این عالمایی که ایره چی میکنن، حتی مثلا از ابن عباس رضی الله عنهما 2 روایت شده. یک روایت از عبدالله ابن عباس است، اگرچه بعض علما گفتن که روایتش ضعیف است، که او را کفر دون و کفر گفته. او کی را گفته؟ او کسی که شریعت او در حالت دومی ما و شما گفتیم، در حالت دومی که شریعت تغییر نداده، بلکه در یک قضیه خاص به خاطر نفس خود مثلا حکم به غیر منزل الله کرده. اما در قضیه که شریعت بیخی تغییر میده و من لم یحکم بما انزل الله، میگه وقتی که از عبدالله ابن عباس پرسان شد، ای گفت که هی کفر، این کفر است. و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وقتی که در حکم به غیر ما انزل الله پرسان شد که یعنی یک کس شریعت تغییر میده و حکم تغییر میده، فرمود ذالک الکفر، این کفر است. باز میگه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه باز ایره تلاوت کرد این آیت که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، در تفسیر طبری در جزء دوام در صفحه 357. البته ما از مکتبه شامله گرفتیم، این آدرس از اونجا هست. حذیفه رضی الله عنه گفت که شما مثلا خطبه به خطبه گامهای یهود و نصارا را تطبیق میکنید. قال و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم مثلا فاولئک هم الفاسقون. قال امی کفر از اینا و ظلم از اینا و فسق از اینا. وقتی که درباره اهل کتاب باشه، شما چی میگین که اهل کتاب کفرشان کفر اکبر است یا نیست؟ در اهل کتاب هیچ کس شک نداره که یهود و نصارا کفرشان کفر اکبر خارج از ملت بود. اونا شریعت کاملا محو کردن، عوض از او آوردن تحریفات خود و اخبار و رهبان خود اینا گرفتن معبود خود ساختن. اینا چی میگن؟ مثلا فتاوایی که از علما هست، شما اگه تفصیلی باز خواستین من میشه باز کلش براتون تفصیلی بگویم. مثلا شیخ محمد ابن ابراهیم آل شیخ در 1389 هجری قمری وفات کرده، از مفتیای بزرگ است، کسایی که عقیده میخوانن میشناسن. میگه ان من الکفر الاکبر المستبین، میگه از کفر اکبر معلومدار. ببینین برادر، میگه کفر اکبر معلومدار چی است؟ تنزیل القوانین، قانون اللعین منزلت ما نزل به الروح الامین. میگه از کفر اکبر است که کسی عوض شریعت الله قانون لعین آورده باشه، جای به جای ازی کرده باشه. این حال حاکمه که قانونش
مطابق شریعت نباشه بلکه او رو وسو کرده، ایوازش قانون ساخت انسان که ضد شریعت آورده، این ای عالم میگه که من الکفر الاکبر المستبین، میگه این از کفر اکبر معلومدار است. پس اینی حالت چهارم است برادر محترم. از این خاطر ما و شما باید حالات فرق بکنیم. این حال شما در جوابتان مثلا یک عالم دیگه هست میگه ثبت بالادله الشرعیه الواضحه ان الحکم بالقوانین، سعی کنین، میگه حکم به قوانین که است ناقض لاصل الدین، اصل دین مشکنانه، این نقض کننده اصل دین است، اصل این از ایمان دور میکنه. پس شما باید فرق بکنین بین کسی که شریعت تطبیق میکنه در یک مسئله خاص اشتباه کرده، یا در اجتهاد خود غلط کرده، یا در نفس خود مثلا تحت تاثیر خواسته های نفسی شده اشتباه کرده، و یا فرق بکنین بین کسی که شریعت بیخی وسو کرده، عوضش قانون آورده جای به جای شریعت کرده و این عملا این کار کرده. کفر ازی کفر عملی هست. این اقوال علما هست، مثلا در تقریبا فتاوای بسیار زیاد است. یکی از فتاوای معاصر به نام کتاب از به نام رکن الفتاوا چی میگه؟ میگه و من هؤلاء من یدعون للناس تشریعات، میگه بعضی مردم ها هستن که قوانین میسازن تخالف التشریعات الاسلامیه، که قوانینشان مخالف شریعت اسلامی هست، لتکون منهاجا یسیر الناس علیه، میگه تا که یعنی قانونی که اینا ساختن این برشان چی باشه؟ منهج و روش باشه که مردم باید مطابق از این قوانین عمل بکنن. فانهم لم يدعوا تلك التشریعات المخالفه للشریعت الاسلامیه، میگه یا امی قوانین ضد شریعت بر نظام خود اختیار نکردن و این قانون نساختن، الا و هم یعتقدون انها اصلح و انفع للخلق. میگه چرا این کار میگن؟ به خاطر ازی که میگه اونا عقیدهشان است که این قوانین امریکا یا قانون روس یا قانون انگلیس یا قانون مثلا دیگه قوانین که است، میگه این بهتر است از شریعت اسلامی، ولو که نفر به زبان خود نمیگه، میگه دلالت به عقیدهش میکنه. چرا؟ مثلا شما در خانه تان یک قالین دارین، این قالین میبرین وسو میکنین و عوضش میارین یک قالین دیگر هم میپرتین، هیچ چیز نمیگین درباره از قانون. خب ما میفهمیم که حتما شما در قالین سابقه شک داشتین و گفتین او قالین سابقه به درد نمیخوره، خراب است. عالی شریعت وسو کرد، عوضش قانون دیگر آورد جای به جای کرد. چرا این کار کرد؟ اینا میگن، این مفتی ها میگه امی عمل از این دلالت میکنه که این میگه که این قانون که است از شریعت که بهتر است. اگر بهتر نمیدانستی، عقیده نمیداشتی، چرا وسو کردی شریعت؟ خب بگذار قانون مملکت شریعت الهی باشه. اینا میگه اذ من المعلوم بالضروره العقلیه والجبله الفطریه، میگه معلوم دار است به ضرورت، میگه عقل ما ایره میگه و فطرت ما ایره میگه ان الانسان لا يعدل عن منهاج الى منهاج يخالفه، که انسان از یک روش به روش دیگر نمیره مگر الا و هو یعتقد فضل ما عدل الیه، میگه به خاطر ازی از یک منهج به منهج دیگر میره، به خاطر ازی که منهج جدیده فضیلت میته و نقص ما عدل عنه، و او قانون را که او را ترک کرده، روش را که ترک کرده او را نقصان فکر میکنه. پس این علما یا میگن که کسی که قانون دیگه که قانون دموکراسی هست یا سیکولر است یا قانون روس است یا قانون امریکا هست یا قانون فرانسه است یا قانون جمهوریت است یا قانون دموکراسی است، این قانون آورده جاگزین شریعت کرده، میگه این عقل ما مفتی های اسلام، این فتاوا هست، رکن الفتاوا، این عربی هست، من براتون ترجمه کردم. این مجموعه از علما نوشته کردن، گفتن که عقل ما و فطرت ما میگه که وقتی این شریعت وسو کرد عوضش قانون دیگر آورد، معنایش است که عقیده داره که این از شریعت کرده بهتر است، و کسی که بگه که قانون از شریعت کرده بهتر است کافر شد. پس از این خاطر بسیار اینجا دلایل دیگه هم زیاد است. ان شاء الله قناعت شما حاصل شده باشه. هر وقتی که از شما کس پرسان میکنه بگو این 4 حالت داره، حالت اول، دوم، سوم و چهارم. شما فهمیدین این 4 حالت ان شاء الله؟ استاد همون حالت آخر، خب کسی که کلمه بگن نماز بخونه، ما چطور اون شخص رو کافر بگیم؟ خب این حالا مثلا شما این رو کافر نمیگن، اگر کافر نگوین خودتان کافر میشین. برادر محترم، به خاطر چی؟ به خاطر ازی که اینمی کفرش کفر عملی هست. شما وقتی که میگن که وقتی کلمه بخونه
یک نفر کلمه خوان سر قرآن لغت کرد، کلمه میخوانه، جادوگر است، کلمه میخوانه سر قرآن لغت میکنن، چی میگه امیر؟ مسلمان میگی؟ کلمه میخوانه. خب کسی که قرآن لغت کنه او کافر است، اما او چرا؟ مثلا به رسول الله توهین نمیکنه، کلمه میخوانه، نماز میخوانه. نه او شخص عقیده خوارج نیست استاد. نه خیر برادر عزیز، عقیده اهل سنت است. من می فتاوایی که خانم فتاوای اهل سنت است و برادر محترم این فتاوای اهل سنت است. قول عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چیست استاد؟ شما چرا از نظریات اهل سنت پیروی نمیکنید؟ قول عبدالله ابن عباس براتون گفتم دو قول داره. یک قولش برای کسی است که او شریعت تغییر نداده. شریعت شما یک قول عبدالله ابن عباس نگیرین. شما وقتی که کتابا را میخوانین عبدالله ابن عباس دو قول داره. در یک قول خود گفته که کفر است، کفر اکبر. در یک قول خود گفته کفر است، کفر اصغر. اینال کفر اصغرش در کدام حالت است، کفر اکبرش در کدام حالت است؟ کفر اصغرش در حالتی هست که حاکم، من برای شما گفتم که در حالت دوم است که شریعت تغییر نداده، عملا کفر نکرده، بلکه در یکی از حالات مثلا این حکمی که کرده با مطابق نفس خود در اینجا به غیر منزله در یک قضیه یک کار کرده و در اونجا هم چی بوده؟ خودش قناعت میکرده که من اشتباه کردم، من غلط کردم، من گناهگار هستم. اینی شخص است، این در این حالت است. اما وقتی که شریعت بیخی تغییر میته، نظام بیخی تغییر میته، کاملا کل نظام تغییر میته. مثلا ببینین وقتی قانون نظام تغییر داد، یک نفر سر قرآن لغت کرد، شما میگین که سر قرآن لغت کرد کافر شد. بسیار خوب، علی خود کلمه میخواند، تو چرا برش گفتی که کافر است؟ علی خود میگه من کلمه میخوانم، منتها رفتم سر به حساب تعویض و جادوگری سر قرآن لغت ماند، چرا کافر میگی؟ خب کفر عملی کردن. علی ایره چی میگه که مثلا یک کس نظام سیکولر آورد، در نظام سیکولر خود این شراب حلال ساخته، شراب اجازه داده، زنا را اجازه داده. چیز الله میگه که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. الله میگه پلیتی هست، عمل شیطان است، از این اجتناب بکنین. این میگه که نه، بر از اجازه هست، اونجا هتل ساخته و عملا بر مردم شراب اجازه میده. به چی معنی؟ یعنی ضد شریعت الله کار میکنه. وقتی که یک نفر قرآن لغت کرد و یک نفر دیگه حکم قرآن لغت کرد، بین قرآنی که مثلا در دستت است، این قرآن عظیم شانه که در قرآن نوشته است در صفحات، سر از این لغت کرد کافر میشه. احکام قرآن انکار کرد و این وسو کرد و این زشت دانست و عوضش آورد مثلا زنا را بر مردم اجازه داد. این کفر از این کفر عملی نیست و باز این قانون ساخت در مملکت خود، امیم نایس قانون تطبیق بشه. نه یک مرتبه کرده غلط کرده، بلکه قانون مملکتش ضد شریعت الله هست، بیخی حکم قرآن وسو انداخته. از این خاطر این نفر کافر میشه و این علمای مفتی میگه که چی هست؟ میگه این کفرش کفر اکبر است. جزاک الله خیر استاد عزیز. خوب، واقعا ما اینا رو نمیدانستم، فکر میکردم این عقیده خوارج است که فقط میگن حکمانی که حتی کلمه بخونه حکم به غیر منزل الله انجام بده همون اینا کافر میشن. که خوارج برادر عزیز، خوارج که است، خوارج در گناه کبیره تکفیر میکنن. خوارج و معتزله، ما باید اول وقتی که میگیم خوارج باید بفهمیم که خوارج عقیدهش چی هست. عقیده خوارج با عقیده اهل سنت در مسئله تکفیر فرقش چی است؟ اهل سنت در گناه کبیره کسی را تکفیر نمیکنن، در کل گناه کبیره، اگرچه در بعضی از گناه های کبیره هم اهل سنت هم تکفیر میکنن. مثلا یک نفر نماز دائما ترک میکنه، اینی میگه من کلمه میخوانم چیز نمیکنم، نماز نمیخوانم، اما این کافر میشه. این را باز علما تکفیر میکنن. اینجا من براتون کلش نگفتم، اگر شما خواسته باشین که من امی هر کدام از این خواسته باشین من براتون مفصل تشریح بکنم و اگر نمیخواین من به نام حکم حاکمان به غیر منزل الله ما درس دادیم و درسای ما هست. او درس ها هست تقریبا فکر میکنم 3 یا 4 درس است، 3-4 درس است. امی درس ها را مثلا تا قسمت شاید 3 چیز شود، 3 کلیپ شود، شما امی هر 4 حالت با کل دلایلش ما گفتیم، از اونجا شما لطفا استفاده بکنین و اگر باز برتان سوال باقی ماند باز ما در خدمت شما هستم. اینی 4 حالت در نظر بگیرین. مطلقاً نباید حکم کرد. عقیده اهل سنت در گناه کبیره، یعنی در کل گناه کبیره، نه در بعضش، در کل گناه کبیره کسی را تکفیر نمیکنه. مثلا اهل سنت
زناکار تکفیر نمیکنه. اهل سنت شرابخور تکفیر نمیکنه. وقتی یک مسلمان از کلمه میخونه شراب خورد، اهل سنت میگه اینمی با این گناه خودی کافر نمیشه، این مسلمان هست، گناهگار است. اما خوارج و معتزله اینا میگن که اینمی با اینمی گناه خود ای کافر شد. خوارج میگه بیخی کافر شد با گناه کبیره، گناه کبیره میگن. اما اهل سنت در گناه کبیره تکفیر نمیکنن، میگن که مسلمان است، گناهگار است، گناهش گناه کبیره هست. خوارج میگه که نه، زناکار گناهکار نیست، ای کافر است، اینی هست. اما در قسمت شریعت الله که از وقتی کس شریعت وسو میکنه ایوازش قانون دیگه میره، عقیده اهل سنتی است که کافر میشه. و کسایی که بازی تکفیر نمیکنه این عقیده جهمیه هست. اونا عقیده جهمیه است که اونا جهم ابن صفوان این عقیده رو جابجا کرده که باز میشه شما مفصلا عقیده جهمیه رو بخونین که اونا باز خودشان کافر گفته شدن به اساس اعتقادات کفریشان. پس ما نباید اعتقادات جهمیه را بیایم عقیده اهل سنت به جهمیه چیز بکنیم. اهل سنت در گناه کبیره کس را کافر نمیگن. اهل سنت در گناه کبیره میگن گناه کبیره هست. پیش اهل سنت گناه صغیره هست، گناه کبیره هست، باز کفر اعتقادی هست، کفر قولی هست، کفر عملی هست. اما جهمی ها کفر عملی و کفر قولی را قبول ندارن. برادر محترم، این مسائل مهم دقیق اعتقادی هست که این به تحقیق و بحث نیاز داره. و ما درباره حکم به غیر حاکم به غیر منزل الله دلایل اهل سنت براتان کلشان گفتیم. شما لطفاً در این درس ها مراجعه بکنین، ان شاء الله سوالای شما حل میشه. از این خاطر نگوین که کسی که به حکم به غیر منزل الله کرد مطلقاً کافر است یا مطلقاً مسلمان هست. اگر مطلقاً کسی میگه کافر است، اینی خوارج گفته میشه. اگر میگه مطلقاً کافر نیست، این جهمیه گفته میشه. شما که اهل سنت هستین حالاتش میگین که در بعض حالات این گناهگار است، در بعض حالات که اجتهاد کرده و خطا کرده اینجا برازی گناهگار هم نیست، حتی در مقابل اجتهادش برش اجر در صورتی که اهل اجتهاد باشه. و در صورتی که قانون تغییر میده یا به حساب عقیده تغییر میده یا عملا تغییر میده یا قولا یک سخن کفری رو میگه، انسان کافر میشه.